با سلام خدمت شما همراهان عزیز و مشتریان محترم فروشگاه گیمکی 98. با یه آموزش دیگه در خدمتتون هستیم. توی آموزش قبلی که ما گیم پس التیمیت رو خدمت توضیح دادیم، توی این آموزش هم داریم براتون به صورت خیلی مختصر مفید نکات مهم خرید پلی استیشن رو توضیح میدیم که دیگه شما نرین 3 ساعت ویدیو 3 ساعت بریم متن بخونید و سوال کنید و تلگرام بریم منتظر بمونید. همین ویدیو رو ببینین کافیه، دقیقا همین کفایت میکنه و شما عملا این ویدیو رو ببینید دیگه اطلاعاتت کامله، میتونی انجام بدی، خریدتو کنی. خب ببین، اول ما چند مدل پلاس داریم: اسنشال، اکسترا و دلکس. هر کدوم یه قابلیتی داره که قابلیتاشو اینجا ما درج کردیم. این که از اینه. حالا ببین، تحویل اکانتی که ما به شما صورت میده، کلا خرید اینجوریه. الان مثلا من یه اکسترای 3 ماهه بخوام، تحویل به صورت اکانت آماده است. یعنی من اینو خریدم، سفارش تکمیل شد، برای من یه ایمیل و پسورد و یه سری بکاپ کد و تاریخ ساخت اکانت ایمیل میشه و من با درج همون توی اکانت توی پلی استیشن خودم، تو کنسول خودم چیکار میکنم؟ وارد میشم و استفاده میکنم. به همین سادگی. حالا یه موقع وجود داره که آقا من خودم اکانت پلی استیشن ریژن ترکیه دارم. خب من خودم اکانت دارم، ترکیه هم هست ریژنش. خیلی مهمه که این ریژنش ترکیه باشه. ترکیه نباشه کلا قیمتش فرق میکنه، اون اصلا نمیتونیم قبول کنیم. و اگه من میخوام روی اکانت شخصی پلی استیشن ترکیه خودم فعال بشه، بعد چیکار کنم؟ میزنی اسنشال 3 ماهه و وقتی که اینا رو زدی یه تیک داره فعالسازی روی اکانت شخصی، میزنی مشخصات اکانت تو اینجا درج میکنی و میزنی افزایش به سرد خرید، پرداخت رو انجام میدی. و دقت کنید که موقع خرید حتما شماره تماس پاسخگو درج کنید، چون موقع ورود پلی استیشن خیلی حساسه و ممکنه کد بخواد، یه کد ایمیل کنه، پیامک کنه، باید ازتون بگیریم، تا نگیریم نمیتونیم فعال کنیم. بکاپ کد چیه؟ بکاپ کد هم یه حالت کد تایید مرحله یه بار مصرفه. این باعث میشه که ما احتمال خیلی قوی مجبور نباشیم با شما تماس بگیریم. آموزشش کجاست؟ میایید پایین، آموزش دریافت بکاپ کد پلی استیشن. حالا احتمال داره آموزش به روز نباشه، یه سرچ ساده گوگل هم بزنید باز همون کارو در میاره. چیز خاصی نداره و میتونید کار رو انجام بدید. و عرضم به خدمتتون که بکاپ کد میزنید، خرید میکنید، انجام میشه. حالا یه سری نکات داره که اینو خدمتتون میگم. تحویل که یه حالت عادی میخری، اکانت آماده بهت میدیم، یا روی اکانت شخصیت میذاری با توضیحات مربوطه. 10 دقیقه تا 12 ساعت کاری هم میتونه زمان ببره. مشکلی پیش بیاد، اختلالی بخوره، زنگ بزنیم جواب ندید، پیگیری نکنید، مشخصات غلط باشه، اینا همش باعث میشه تأخیر ایجاد بشه. و همه چی قانونیه، اکانت قانونیه، ریسک بند ندارید، پشتیبانی دارید، گارانتی دارید، همه این موارد هست که یمکن 98 هم که همه میشناسن دیگه، ما خودمون رو نیاز نیست توضیح بدیم. گارانتی هم که با توجه به اون عجله‌ای که دارید میتونید گارانتی هم انتخاب کنید و پرداختش کنید. روی کنسول حتما دی ان اس مناسب داشته باشین و حتما هم دقت داشته باشید. اگه میخواد روی اکانت شخصی فعال بشه، ریجن باید ترکیه باشه. هر ریجن دیگه ای باشه ما سفارش رو باید کنسل کنیم. اینا خیلی مهمه که بهش دقت داشته باشید. اینجا هم یه سری مسائل شبیه پلی استیشن هستش، تو همون رنج و کاتگوری هستش. رو هر کدوم کلیک کنید میتونید اونا رو بگیرید، تهیه کنید. یه سری توضیحات دیگه هم هست، اینا حالا پرشونده است، عملا نیازی ندارید اینا رو مطالعه کنید. اکانت پلاس هم که ما بهتون دادیم خیلی راحت و ساده. چیکار میکنی؟ خیلی ساده است این موارد. اکانت رو میگیری توی پلی استیشن خودت، لاگین میکنی، وارد میشی، تمام شد رفت. وارد میشی، استفاده میکنی، لاگین میزنی، تمام شد رفت. عملا چیز خاصی نداره. اگه سوالی چیزی هم داشتین که اینجا پشتونی آنلاین داریم، تلگرام که در خدمتتون هستیم و بعد همین دیگه. امیدوارم موفق باشید. خدا نگهدار.